دهها مشتری پشته‌های بین‌المللی که فعالیتشان در تاجیکستان به دلیل تقاضای ثبت نام دوباره متوقف شده است، از سرنوشت بسته‌های مهم خود نگرانند و از این خدمات ضمانت می‌خواهند. خدمات علاقه تاجیکستان روز 7 ایون فعالیت پشته بین‌المللی DHL, TNT, UPS و پانی اکسپرس را برای مدت نامعین باز داشت. مشتریان این شرکت ها میگویند با گذشت بیش از 10 روز از نامه و بسته هایی که از داخل به خارج و یا از خارج کشور به تاجیکستان فرستادند هیچ خبری نیست. روزی محمد لطیف زاده ساکن 21 ساله ناحیه مسچو یک نامه سرنوشت را باید روز 9 ایون از چین دریافت میکرد، ولی با قطع فعالیت شرکت DHL بسته او در راه گم شده است. او روز 17 ایون گفت اگر این مکتوب را در روزهای نزدیک دریافت نکند 4 سال حیاتش میسوزد. روزی محمد در سال 4 دانشگاه تجارت و اقتصادی شهری تالیاتی روسیه تحصیل میکرد، ولی آرزو داشت که تحصیل را در یکی از دانشگاه‌های چین ادامه دهد. چند ماه پیش با او خبر دادند که به دانشگاه معروف شهر فوجیان چین همچون دانشجو پذیرفته شده است. او گفت اگر سر وقت این حجت نرسه امکان داره که برای من ویزا ندین در تفوره. سبب میشه که من در تحصیل نمونم. این یک سال حیات نه، من میتونم که 4 سال حیات من مثل من پلاستیکا در روسیه میخوندم اونجور فرض هستم. همین سبب شد همین برای من دعوتنامه ویزا کردم، من دلپور شدم، تماما از دانشگاه خارج شدم اومدم. روزی محمد میگوید این سندها سرنوشت و کار و تحصیلش را در آینده معلوم میکند. روزی محمد تنها نفری نیست که پس از بسته شدن نمایندگی های پشته های بین المللی کارش به مشکل پیچیده است. اختیار عثمانوف کارساز یک سازمان بین المللی مقرش در اسپانیا که در سمت آفتهای طبیعی کار میبرد در یک صحبت کتبی برای رادیو آزادی نوشت هیچ راهی برای ارسال چند حجت مهم به تاجیکستان پیدا نکرده و مجبور شد طریق دوستانش نامه ها را فرستد. قطع موقتی فعالیت پشته های بین المللی در تاجیکستان در حال است که یگانه پشته دولتی پشته تاجیک چندان فعال نیست. مشتریان میگویند سرعت نامه‌بری پشته تاجیک سست است و مکتوب های فوری را حالا نمی شود طریق آن فرستاد.